چی؟ من میخواد ماسکم بزنم. میخواد واسکم بزنه واسه اینکه دیگه مریض نشه. الان مریض نیست نه، ولی خب گندم تونتون مثل من و گندم جفتمون تونتون سرما میخوردیم هر سال، ولی خب وقتی واکسن آنفولانزا میزنیم دیگه خداییش راحت شدیم واسه هم. گندم برای دوستات بگو واکسن زدی چجوری بود؟ من ماسکم زدن درد نداشت. ماسکتو بردار بگو. من ماسکم زدن دردم اصلا نگرفت. خوب بود؟ اینجا زدم. خوبه. بچه داستان چیه؟ بعضی ها میگن تبلیغ واکسن کردی. تبلیغ واکسن نه. بابا واکسن میزنیم ما. خب واکسن آنفولانزا به خدا تبلیغ نیست، نزنید. اگر فکر میکنید بعد یه وقت شما نزنید و وکیلی بیفته گردن بنده، ممکنه بله عوارض داشته باشه. خیلی ها میگن بعد واکسن نمیدونم آنفولانزا نزنید ضرر داره، ولی ما زدیم، ما میزنیم، شما نزنید. ولی خدایش من مبلغ این قضیه نیستم،